یکی از سوالات ما این بود که برادر، تا قرن سوم، یعنی 300 سال بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در بین امت اسلامی چیزی به اسم مذاهب وجود نداشت. حتی امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه، یعنی بعد از وفات ایشان تا 2 قرن دیگر هیچ کس مذهبی به نام مذهب حنفی نداشت. و این تعصبات و این به اصطلاح افراطی که در مذهب پرستی و امام پرستی و شخصیت پرستی ایجاد شد بعد از قرن سوم و در اوایل قرن چهارم ایجاد شد و نتیجه بسیار بدی داشت. من این حرفایی که میزنم از فراغ نیست. شما تصور بکنید که با من واقعا انسان خجالت میکشه وقتی این حرفا رو بزنه. مثلا حنفیا میرفتن به دشمنان اسلام، به صلیبیا، به کفار، به مغول کمک میکردن تا که حمله بکنن و در شهری که اکثریت شافعی هستن اونا رو از بین ببرن. شافعیا میرفتن با صلیبیا یا با مغولها یا با کفار همدستی میکردن، همکاری میکردن تا بیاین چیکار بکنن؟ شهرها یا مناطقی رو که اکثریت در اونجا حنفی مذهب بودن اونا رو تار و مار بکنن. این تعصب مذهبی، من در یکی از برنامه گفتم پدر متعصبین، استاد متعصبین، بزرگ متعصبین شیطان است. روزی که به الله سبحانه و تعالی، موقعی که الله متعال بهش میگه که چرا سجده نکردی به این آدم، الله متعال امر میکنه که همه باید به آدم سجده بکنن بعد از خلقتش. ابلیس سجده نمیکنه. الله متعال میگه چرا سجده نکردی؟ میگه خلقتنی من النار و خلقته من الطین، من از آتش آفریدی اون رو از خاک آفریدی، حالا میخوای من به اون سجده بکنم؟ چی بود؟ تعصب. تعصب قومی. امروز کسانی که قوم پرست هستن، مثلا پشتون خودش رو برتر از تاجیک میدانه، تاجیک خودش رو برتر از پشتون میدانه، ازبک خودش رو برتر از این میدانه، ترک خودش رو برتر از اون میدانه، عرب خودش رو برتر از این میدانه. اینا همه پیروی از ابلیس است. ابلیس گفت که من چطور به این سجده بکنم؟ من جنس من بهتره. حالا این پیش مثلا فارس ها بشینی، اوهو ما 5000 سال تاریخ داریم، ما فلان داریم، علان داریم. پیش پشتون ها بشینی، بله